سلام. مهمان ما رئیس حرکت خلقی ازبکستان که در ازبکستان ممنوع است، غیر مشروع است، محمد صالح. این کس شاعر و سیاستمدار برجسته ازبک هستند و امروز به پراگ آمدند و راضی شدند با ما صحبت کنند. الان سالکه السلام علیکم. و علیکم السلام. سالکه آقای صالح، 25 سال می شود که شما در خارج از ازبکستان زندگی می کنید. چرا تا کنون به وطن برنگشتید؟ O'zbekistonga qaytmadingiz. Bunun sebepleri به دلایل سیاسی من هنوز نتوانستم به ازبکستان برگردم، چون که رژیم اسلام کریموف در طول 27 سال سر قدرتش بودند و ما به حیث یک رقیب، حتی به حیث یک دشمن می نگریست. ما را حتی به مردم به حیث یک دشمنی ازبکستان معرفی می کرد. به نظر می رسد که رهبریت کنونی نیز هنوز از این اندیشه دست نکشیده است. هرچند ما امیدواریم ولی راه بازگشت به ازبکستان هنوز هم بسته است. O'sha fikirdan hali ham voz kechgani yo'q ko'rinyapti. Garchi biz umid qilgan bo'lsak ham haligacha O'zbekistonga bizga yo'l ochilgani yo'q. Siz o'zingiz خود شما آیا خواهش برگشتن به ازبکستان را جای مطرح کردید؟ Albatta muloqot qilganim yo'q, ammo البته من ملاقات انجام ندادم ولی به طور رسمی نامه نوشتم. نامه یکم برای سپاسگزاری از آزادشوی برادرم بود و در نامه دوم خواهشی برگشتن به ازبکستان کرده بودم. از دولت ازبکستان تقاضا کردم که مرا به طور رسمی سفید کنند. این نامه را شخصا به پرزیدنت میرزیویف ارسال کردم ولی هیچ گونه جوابی نیامد. شوکت میرزیوف هر حال به هر حال شوکت میرزیوف سیاستمدار است که با حریف دائمی شما اسلام کریموف کلا فرق می کند. فکر میکنید چرا از برگشتن شما به ازبکستان ممانعت میکنند؟ Benim şu deyip o'ylagandim boshqa siyosatchi. من نیز فکر میکردم که شوکت میرزیویف سیاستمدار است که با کریموف کلا فرق میکند. فکر میکردم که او شخصی دیگر است و عقیده دیگری دارد. ولی دیدم که سیاست او نسبت به من با سیاست کریموف تفاوتی ندارد. من این را پس از 3 سال میگویم، چون من طول این مدت از این مرد توقع داشتم که اصلاحات داخلی را به انجام میرساند. من به حیث رهبر مخالفین و پیروانم در حرکت 3 سال گذشته را با انتظار سپری کردیم. متاسفانه هیچ گونه تغییرات سیاسی رخ نداد. فکر میکنید که هیچ اصلاحاتی انجام نشد؟ اصلاحات سیاسی نبود. من این را با اطمینان میگویم. آره، در زمینه اقتصادی برخی از تحولات رخ داد. اقدام‌های به سوی آزادیگرایی دیده میشد، ولی از نگاه سیاسی هیچ تغییراتی انجام نشد. اگر تغییرات میشد، امروز فقط همان 4 حزبی که در دوران کریموف تأسیس شده بودند در انتخابات قریب الوقوع شرکت نمی‌کردند. اما فقط همین 4 حزب بدون هیچ تغییر در انتخابات شرکت می‌ورزند. یعنی در فضای سیاسی حزبی تازه هنوز پدیدار نشده است. ولی سیاست خارجی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ اگر به مناسبات ازبکستان با تاجیکستان بنگریم میبینیم که شوکت میرزیویف پیریه ها را آب کرد. مناسبات دو جانبه الان خیلی عالی است. ما این را با خوشنودی پذیرفتیم، خصوصا در مناسباتی که با تاجیکستان داشتیم. بدون شک بنبست را از بین برد. من این کار خوبی میرزیویف را آشکارا اعتراف و دستگیری کردم. در حقیقت آن سد آهنینی که در مرز این دو کشور و کشورهای دیگری همسایه مثل قرقیزستان و قزاقستان در زمان کریموف وجود داشت امروز از بین رفت. من از این رویداد خیلی خوشحال شدم و پشتیبانی کردم. بله، در سیاست برون مرزی از جمله در روابط با کشورهای همسایه دیگرگونی ها هستند، ولی منظور من سیاست داخلی میرزیویف است. در داخل کشور اصلاحات سیاسی انجام نشد. برای انجام اصلاحات داخلی به میرزیویف و تیم او چی چیز نمیرسد به نظر شما؟ جسارت نمیرسد. اگر جسوری میکرد و به ما مخالفین رژیم اجازه میداد که به کشور برگردیم، ما به حیث نیروهای مخالفین از سیاست میرزیویف پشتیبانی میکردیم. البته انتقاد را نیز قطع نمیکردیم. در چنین صورت این رژیم میتوانست به دنیا با تصویر تازه خود را معرفی کند.
این امر عملاً برای ازبکستان میتوانست خیلی مفید باشد. اگر مخالفین به ازبکستان برگردند، آبروی میرزیویف و اعتبار ازبکستان به حیث یک کشور دموکراتیک در عرصه جهانی بالا میرفت. برگشتن نیروهای مخالفین به کشور برای دولت در عمل به ابزار مهمی تبدیل می‌یافت. افسوس دولت از این فرصت استفاده نکرد. طبیعی است که این دلایل عینی و ذهنی دارد. ولی حتی این دلایل را کنار گذاریم، باز هم در این وضعیت نقش شخص اول مؤثر است. اگر شخص اول برای تبرئه مخالفین دولت جسارت پیدا می‌کرد و این تصمیم را می‌گرفت، این امکان پیدا می‌شد که دولت در عرصه بین المللی با تصویر تازه خود را معرفی کند. امکان bergan bo'lardi, ya'ni dunyoga o'zini yangi bir imaj bilan chiqishiga. اگر به فعالیت مخالفین در کشورهای دیگر آسیای میانه هم نظر افکنیم، می‌بینیم که آنها نیز عمدتاً در خارج از کشور فعالیت می‌کنند. سببش چیست؟ سبب این است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی در کشورهای آسیای مرکزی نظام سیاسی تغییر نیافت. پیروان حزب کمونیست همچنان در سر قدرتند. یعنی ذهنیت کمونیستی هنوز هم در کشورهای ما تغییر نیافته است. در کشورهای بالتیک این نظام برهم خورد، حتی در روسیه نیز برهم خورد. البته کمونیست‌ها در آن کشور هنوز هم فعالند، ولی اگر به محیط سیاسی نگاه کنیم می‌بینیم که تنها کشورهای آسیای مرکزی بدون تغییر باقی مانده‌اند. علتش چیست به نظر شما؟ علتش به نظر من این است که ذهنیت سیاسی در این منطقه بدون تغییر باقی مانده است. ذهنیت کمونیستی در ما تغییر نکرده است. افسوس. برای تغییر این وضعیت به نظر شما چی باید کرد؟ تغییر این وضعیت بستگی دارد به اراده مردم، ولی برای این باید شرایط و زمینه‌های تاریخی فراهم شود. متاسفانه در این مدت زمینه فراهم نشد. بیداری و تمایل با آزادی که در دوران پرسترویکا در مردم پیدا شده بود، در نتیجه استبدادی که طول 25 سال اخیر حاکم بود خیلی ضعیف شد. آن شروع شوقی که در مردم برای آزادی پیدا شده بود، به اندازه‌ای که انتظار داشتیم نتوانست تکامل یابد. در واقع 25 سال فرصتی اندکی نیست. در این مدت ما منتظر ماندیم، ولی خصوصا مردم ازبکستان زیر ظلم و سرکوب‌های سنگین قرار داشتند. بزرگترین آنها حادثه اندیجان بود. می‌دانید آنجا صدها نفر کشته شدند. بغیر از این قتل عام هزارها نفر دیگر در زندان‌ها کشته شدند، بدرقه شدند. یعنی سیاست قتل و سرکوب در هیچ جمهوری دیگری شوروی سابق به اندازه ازبکستان روی نداده است. برای همین در صف مخالفین بودن در ازبکستان مسئله حیات و ممات بود. اگر صدای مخالفین امروز نیز وجود داشته باشد، فکر میکنم پس شمع امید مردم تا هنوز فروزان است. o'zbekiston va tojikiston munosabatlari gapiradigan bo'lsak, Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin وقتی که راجع به روابط بین ازبکستان و تاجیکستان حرف میزنیم، احساس میکنیم که پس از به سر قدرت آمدنش میرزیویف سیاستی را که در دوران کریم حکم فرما بود از بین برد، از جمله پاکسازی مینه‌ها در مرز و غیره. شما اولین سیاستمداری هستید که مسئله مینه‌ها را مطرح و پاکسازی آنها را تقاضا کرده بودید. برای باز هم خوبتر و قوی‌تر کردن مناسبات دو کشور چی باید کرد به نظر شما؟ qanaqangi takliflaringiz yoki istaklaringiz bor o'zida? Birinchidan vizalar bekor qilinishi kerak. یکم، روابط باید به تمام لغو شود و بین نه تنها این دو کشور بلکه تمام کشورهای آسیای مرکزی گمرک باید از بین برده شود. این کشورها باید به حیث قلمرو یگانه اقتصادی اعتراف شوند. البته این کشورها در سیاست داخلی و خارجی می توانند تصمیمات خود را آزادانه بگیرند، ولی اینجا باید یک منطقه اقتصادی واحد ایجاد شود. تجارت و حرکت مردم باید آزاد باشد. ما یک مردم هستیم. ازبک، تاجیک، قرغیز، قزاق و ترکمن مردم یک منطقه هستیم. می توان گفت یک ملت هستیم. باید این جغرافیای واحد دوباره احیا شود. ما مردم برادر هستیم. ما نباید ملتگرا و قومگرا باشیم. ما همه مردم بومی هستیم.
طول قرن‌ها یکجا زندگی کردیم و این باید ادامه یابد. تخم دشمنی را راهبران مثل کریموف کشتند. کریموف مینگذاری کرد. کریموف روادید جاری کرد. این کار را نه تاجیکستان، نه قرقیزستان و نه قزاقستان نکردند. از میراث کریموف باید نه تنها ازبک ها بلکه تاجیکان، قرقیزان و قزاقان نیز خلاص شوند. ما باید مثل یک خلق زندگی کنیم. آرزوی من این است که در زمینی که خدا به ما داده است باید مثل برادران زندگی کنیم. Allah Teala bergan bu nimada qardoshcha, birodarcha yashashimiz kerak. Mening orzuyim shu. oxirgi paytlarda xususan O'zbekiston در این اواخر درباره پیوستن ازبکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا که برخی آن را باغچه روسیه مینامند سخنان زیادی میشنویم. نظر شما به این مسئله چیست؟ اگر ازبکستان و یا تاجیکستان به این اتحادیه بپیوندند چه اتفاقی میافتد؟ bu ittifoq qo'shiladigan bo'lsa nima o'zgaradi? Bugun bu ittifoqning پیامدهای پیوستن به این اتحادیه را امروز هم در قزاقستان می‌بینیم و هم در قرقیزستان. در بعضی جایهای قرقیزستان مردم علیه این اتحادیه اعتراض می‌کنند. یعنی چیزی خوبی را در این اتحادیه من نمی‌بینم. قزاق‌ها نیز از عضویت در این اتحادیه ناراضی هستند. حتی لوکاشنکو از این اتحادیه شکایت می‌کند. با وجود این همه باورم نمی‌آید که ازبکستان به این اتحادیه توجه دارد. اگر یک عضو این اتحادیه میگفت که از این سازمان خیلی راضی است، زندگی مردم پس از پیوستن به آن بهتر شده است، آن وقت میشد درباره پیوستن به این اتحاد فکر کرد. ولی وقتی که همه ناراضی هستند، ازبکستان برای باز هم بدتر کردن وضعیت خود چرا باید این کار را کند؟ با فکر من هم تاجیکستان و هم ازبکستان از این اتحادیه باید فاصله بگیرند. ما باید این نوع همگیرایی را در منطقه خود رواج دهیم. چه چیزی را میتواند در این زمینه پیشنهاد کنید؟ در نوبت اول بین کشورهای همسایه و برادر باید همگیرایی باشد. باید یک اتحادیه قوی و دوستانه بین 5 کشور برادر باشد. من نمیگویم یک دولت بلکه یک اتحادیه باشد. بعداً ما میتوانیم درباره اتحادهای دیگری فکر کنیم اگر مفید باشد. در مرحله کنونی از این اتحاد ازبکستان هیچ برده نمی کند. چگونه میتوان این اتحادیه نو را ساخت به نظر شما؟ Menimcha Karimovcha siyosatdan voz kechsak og'ir narsa emas o'zi. به نظر من این کاری مشکلی نیست اگر ما از سیاستی مثل کریموف دست کشیم. به همان همگیرایی شوروی نگرید. با وجود آنکه از بین رفت اما سایه‌اش هنوز هم هست. من نمیگویم که یک کشور باشیم، به این ضرورت نیست، ولی ما باید حتما همگیرایی سیاسی داشته باشیم، زیرا که این رو از ما جغرافیای ما، فرهنگ ما، عرف و عادت ما تقاضا میکند. ما مردم یک منطقه نیستیم مگر؟ بدون اتحاد واحد اقتصادی وضع ما باز هم سنگین تر می شود. اگر این کار را به انجام رسانیم نیاز به اتحادهای دیگری نخواهد بود. من به این باور دارم. برگردیم به سوال اول. 4 قرن است که شما بیرون از ازبکستان هستید. باز چقدر آماده اید اینجا منتظر بمانید؟ آماده‌ام تا آخر عمرم در انتظار بمانم، اما قسمی اساسی عمر من نیز سپری شد. هرچی خدا خواست همان می شود. کار من راستگو بودن و برای مردمم عقیده های خوب خود را پیشنهاد کردن است. اما موفقیت از الله است. تا امروز ما راستگو بودیم و راستگو خواهیم ماند به امر پروردگار. جایی که ظلم است من علیه آن همیشه حرف خواهم زد. شما میتوانید بگویید که در ازبکستان امروز ظلم هست؟ البته با وجود اینکه من برای مردم و کشورم کاری بدی نکردم، اما مرا اجازه ورود به کشور نمیدهند. این خود ظلم است. این ظلمی عظیم است. من چی کردم؟ تمام عمر برای مردمم خدمت کردم. من این را میتوانم با روی باز و سر بلند بگویم. این حقیقت را مردم من نیز میدانند. این را میرزیوف نیز میداند. من این را به طور مثال میگویم. چرا به من اجازه نمیدهند که به وطنم برگردم؟ این گونه بی‌عدالتی ها در ازبکستان به حساب است. اجازه ندادن به فعالیت مخالفین، راه ندادن به اصلاحات و غیره. عدالت به هیچ شکل به جای نرسیده است.
البته میرزیویف بعضی کارها انجام میدهد پس از 3 سال. این کار را نیز نباید انجام میداد. من حتی از کارهای خردی میرزیویف نیز همیشه پشتیبانی میکردم. مثلا از ابتکار او برای نزدیک شوی با تاجیکستان من همه جانبه حمایت کردم، هم با قرقیزستان و هم با قزاقستان. باز شدن درها نعمت بزرگی بود. من خوب بودن این ابتکار را آشکارا اعتراف کردم. ولی ایراد من به سیاست داخلی کشور است. تا اصلاحات سیاسی انجام نشود، آزادی اقتصادی فراهم نمی شود. سیاست کریموف چنین بود. اول اقتصاد بعد سیاست. نه، قطعا نه. اول سیاست بعد اقتصاد است. اگر اصلاحات سیاسی نشود، پیشرفت اقتصادی نیز امکان ناپذیر است. کتر رحمت. مهمان ما رئیس حرکت خلقی ازبکستان محمد صالح بود.